سلام بچه ها، من محمدم و داخل این ویدیو میخوایم بریم این سر اگزوز خفن رو روی این ماشین خفن نصب کنیم. برو بریم. خب برای نصب این سر اگزوز به یه آچار 10 نیاز داریم و به این صورت این پیچا رو اول شل میکنیم، بعد تا جایی که میخوایم تنظیمش کنیم تنظیم میکنیم، بعد تا جایی که شد پیچ‌ها رو با دست صفر میکنیم. این ویدیو هم به پایان رسید، ولی از این به بعد سعی میکنم ویدیوها کیفیت بالاتری داشته باشن و این ویدیو کیفیتش یکم پایین بود، ببخشید. دیگه بهتون بگم لایک و کامنت و سابم فراموش نکنید. پیس اوت.